رهبر گروه طالبان به تازگی طرحی را تصویب کرده که هدف آن شناسایی و حذف رسوم و آیین‌هایی است که از نظر این گروه ناپسند تلقی می شود. کارشناسان و فعالان اجتماعی افغانستان هشدار می‌دهند که طالبان به بهانه شناسایی و رواج‌های بد در تلاشند تا هویت‌های دیرینه اقوام غیر پشتون را حذف کنند. همکارم گزارشی را تهیه کرده که با هم می‌بینیم. رسانه‌ها روز سه‌شنبه 27 آذر گزارش دادند که رهبر طالبان دستور شناسایی رسوم و آیین‌های بد را که از نظر شریعت آنان مجاز نیست در تمام افغانستان صادر کرده است. ترکیب هیئتی که از سوی رهبر طالبان برای شناسایی رسم و رواج‌های مردم معرفی شده، هیچ نماینده‌ای از شیعیان و یا اقوام دیگر افغانستان عضویت ندارند. رهبر این گروه گفته است که این هیئت روشی را برای جلوگیری از این رسم و رواج‌ها تهیه کند و برای او بفرستد. طالبان مشخص نکرده است که هدف از رسوم و آیین‌های بد چیست و چه بخش‌هایی از زندگی عمومی مردم افغانستان را در بر می‌گیرد. اما کارشناسان و فعالان اجتماعی افغانستان با نگرانی از این اقدام هشدار می‌دهند که طالبان به بهانه شناسایی رسوم و آیین‌های بد در تلاش برای هویت زدایی مذهبی، قومی و زبانی اقوام غیر پشتون هستند. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای نسبت به فعالیت‌های جمعی، تجلیل از مناسبت‌های فرهنگی و مذهبی از جمله مراسم عاشورا را وضع کردند. جشن نوروز که یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراسم ملی مردم افغانستان محسوب می شود را غیر اسلامی اعلام کرده و برگزاری آن را ممنوع کردند. همچنین رفتن خانواده ها به تفریحگاه ها، پارک ها، زیارتگاه ها از دیگر مواردی هستند که طالبان یا برای آنها محدودیت وضع کردند و یا در برخی جاها به شکل کامل ممنوع شدند. همچنین طی 3 سال اخیر گزارش‌های متعددی از فارسی ستیزی و تلاش برای به حاشیه راندن آن از سوی طالبان منتشر شده است. فعالان اجتماعی افغانستان میگویند طالبان با این سیاست‌ها عملاً در تلاشند تا افغانستان را به سوی تک فرهنگی سازی هدایت کنند و هویت‌های متنوع قومی و مذهبی این کشور را به حاشیه برانند. به گفته آنان، سیاست‌های طالبان نشان دهنده نگرشی است که نه تنها به رسم و رواج‌ها احترام نمی‌گذارد، بلکه به دنبال انکار و حذف آنهاست.